خوش اومدید به یه روز دیگه با تصمیمات یهویش با من. خب ما از قبل 3 نفری تصمیم گرفته بودیم که با هم بریم شمال، اما من مثل همیشه چیز بازی خاص خودم گفتم حتما باید برم ورزش. قبلش ورزش تبدیل شد به اسکوتر سواری. بچه‌ها تو این سفر یه روز ما رو همراهی می‌کنید؟ ولیش گفتیم یه سفر یه روز است دیگه، با همون لباسای راحتی حرکت می‌کنیم. بعد گفتیم نه حتما باید بریم لباسامون عوض کنیم، نیم ساعت می‌ذاریم از خونه بیرون. خلاصه که نیم ساعت همون و 1 ساعت و نیم بعد حرکت کردن و تو ظهر حرکت کردن همون. توی هوای بارونی و خیلی قشنگ ساعت 4:30 بالاخره رسیدیم ساحل. اینم از مسخره بازیام. بعدش گفتیم دیگه وقت نهاره. لکچری بازی عزیز رستوران فرزین انتخاب کردن. ما هنوز جا برای موندن پیدا نکردیم، اینا دنبال اینن که چی بخورن، کدوم رستوران برن. گوشه از غذای خوشمزه‌مون پیچه داشت از خودش ویدیو میگه که یودید یه کلبه نزدیک رزرو کردیم و سر شب رسیدیم. دیشب اینجا گرفتیم، الان بریم تو روزش رو بهتون نشون بدم ببین چه شکلیه، چقدر خوشگله. این کلبه چوبی خوشگل، جمع‌جور قشنگی که ما گرفتیم، اون بالش هم یه دونه خواب داره. خیلی راحت و جمع‌جور برای سفر دختران به نظر عالی. این مسخره بازی‌ها تو سفرن فراموش نمی‌کنیم، قرصمون رو بردیم بخوریم. آره بخون آهنگ بخون، 2 دقیقه دیگه میخوان همه لباسات ازت بگیرن. ولی چقدر میوه تازه میچسبه. من و اخلاقم در کنار هم دیگه. بریم. تو این هوای قشنگ یکم ایستادیم و لذت بردیم و بعدم موقع نهار شد. مگه میشه بری شمال و ماهی نخوری؟ لباسا و کلاه رو دارین دیگه، من آوردم. هر چه چیزی ست دیدیم بدون این کار منه. گفتن یه دست لباسم کافیه. اینم از رنگین کمون قشنگ که تو راه برگشت دیدیم. اونم نه یکی 2 تا دیگه. امیدوارم این دفعه آرزومون برآورده بشه. تو این سفر 4 فصل تجربه کردیم. مرسی که همراهم بودین. خدافظ.